سلام، من امیر زینعلی ام و اینجا سونی لند. امروز با ما همراه باشید با بررسی کوچکترین عضو از خانواده سیستم صوت‌های سونی V13. V13 سونی کوچکترین و خوش قیمت‌ترین اسپیکر سونی. این اسپیکر امکانات خیلی خوب و کاربردی رو در اختیار ما میذاره. به صورت که CD و DVD رو پشتیبانی میکنه، بلوتوث رو داریم، فوق‌العاده سبک، شما میتونید دستگاه رو بلند کنید و جابجاش بکنید. پورت USB رو داریم که در پشت دستگاه تعبیه شده و ورودی صدا که شما میتونید صدای تلویزیون یا سیستم صوت دیگه‌ای رو به این اسپیکر سونی متصل بکنید. خب همینه. V43 سونی، داداش بزرگه V13. این سیستم صوت یکی از پرفروش‌ترین سیستم صوت‌های سونیه به خاطر قیمت خوبی که داره و فضای کمی که اشغال می‌کنه. این سیستم صوت 2 تا تیوتر، 2 تا هورن تیوتر و 1 دونه ساب داره. ورودی CD و DVD رو داره. بلوتوث رو پشتیبانی می‌کنه. ورودی USB، 2 تا ورودی میکروفون و 16 تا حالت دیجی رو داره. 2 تا تیوتر پایینیش توی حالت شیپوری قرار گرفتن یا اصطلاحاً بهش هورن تیوتر میگن که پرتاب صدای بیشتری رو به ما میده. چیزی که این سیستم رو خیلی خاص میکنه حسگر القاییشه. بدون اینکه شما نیاز باشه کلیدهای دستگاه رو لمس بکنید، میتونید ترک رو عوض بکنید، موزیک رو پاز یا پلی بکنید و یا از امکانات دیجی دستگاه استفاده بکنید. سونی لند.